سلام. وقتی مته الماسی دیوار خراب میشه نوکش دیگه هیچ کاربردی نداره و بندازش تو. منتها ما یه راهکار دارم، میشه یه استفاده دیگه هم ازش کرد. از اینجا برشش میزنی، بعد یه لوله تقریبا 1.5 اینچ یا 2 اینچ زیرش یه تسمه 5 میلی قرار میدین که بشه این به این شکل بشه. بعد این مته رو روش جوش میدیم. نتیجه کار میشه این که رو دریل سوار میکنی که یه میلیگردی که میخوای بزنین داخل بتون دیگه نیاز به چکش زدن نداشته باشه، دیگه با خود دریل پیکور انجام میشه. حالا رو دریل سوار میکنیم، الان میذاریم رو خود میلیگرد با پیکور میپرسیم به داخل.